با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز. امروز اومدیم راجع به یه خبر مهم که داگ توی صرافی بایننس لیست شده. الان میریم مقاله رو با هم میخونیم، بعدش میخوام بهتون بگم که چطوری توکناتون رو به تونکیپر انتقال بدید و حالا روز فروشش من میام آموزشش رو میدم. فعلا یه آموزش ریز داشته باشیم و حتما به کمک خیریه ما توجه کنین که من مصممم روی این هدف. حتما یه حساب ریز بزنید که ما به این هدف برسیم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، من لینک این مقاله رو تو کامنت اول پین کردم، اگه میخواین خودتون برین بخونید حتما انجام بدید. من روی ترنسلیت بزنم. خب اصلا ولش کن، نه بذار بزنم، شاید بعضی نگیرن که چی شده، ولی خب وقتی فارسی میشه واقعا سخت‌تر میشه. اینجا که نوشته داگ توی صرافی بایننس معرفی میشه. نوشته بایننس اولین پلتفرمی خواهد بود که توکن ذکر شده یعنی داگ اینجا لیست میشه که این تاریخی که گفته میشه دوشنبه ساعت 12. این توکن برای فروش قبل از جدول زمانبندی نوشته اگه قبل از این تاریخ کسی به شما گفت بیاین بفروشین، خرید و فروش کنین، تبلیغات نادرستیه، یعنی طرف داره کذب محض میگه و سمت اون طرف نرید. و اینجا یه سری توضیحات داده که هموطنان بایننسی از این چرت و پرتا و این چرت و پرتا، حالا خودتون میتونید برید بقیه‌شو بخونید. مهمتر اینجاش اینجاست که نوشته داگ، اسم رمز چیه؟ داگ. نوشته چند میلیون توکن میخواد اینجا عرضه کنه که 550 میلیارده و پاداش توکن لانچ پول هم از کل توکن 22 میلیارده، یعنی 4%ش. و نوشته عرضه اولیه‌اش هم که 93%، 516 میلیارد. و یه سری توضیحات دیگه داده، استخرای پشتیبان، یعنی مثلا سهمایی که پشت اینن رو توضیح داده که زیاد مهم نیست. حالا من لینکشو گذاشتم اگه خواستید. آها، اینجا رو ببینید. اینجا گفته کاربرایی که نمیتونن تو این ایردراپ شرکت کنن، ایران، شانس ماست. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید توکن داگو به تونکیپر انتقال بدیم و از صرافی بایننس به هیچ وجه ما استفاده نمی کنیم. روزی که بتونیم بفروشیم من آموزش فروختنشو میذارم. لطفا به کسی توجه نکنین اینکه الان بیا ما اکانتتون میخریم و اینا میان و دیگه پولتون هم نمیدن و جوابتون هم نمیدن. حتما توجه کنین، به هیچ وجه داخل صرافی بایننس این کار رو انجام نمیدین. حالا من برم یکم یادتون بدم که چطوری باید برداشت بزنید و از این حرف. ببینید هیچ کار سخت نداره، ما لتسکو رو میزنیم و توکن داگ میاد بالا. بیار دیگه. و بچه حواستون باشه که توکنای داگتون رو نفرستید توی صرافی اوکی ایکس و ولت تلگرام، چون پولاتون همش سوخت میشه، یعنی توکناتون میسوزه، انگار نه انگار که کاری کردین. و روی این گزینه میزنین کانکت ولته. خب بذار من الان بزنم یادتون بدم یکم. آره، رو کانکت ولت میزنین، تونکیپر میره روی کانتینیو و لود میشه. حتما اینو انجام بدین، روی گزینه تلگرام نزنین، رو ولت تلگرام بزنین کارتون تموم شده. کانکت ولت رو میزنید، این چیز میشه، اوکی میشه و الان وصل شد. و بعد که برداشتش اوکی شه و ما بتونیم به تونکیپر بزنیم، اینجا خودش میاد میزنیم یه انتقالش بده. نکن مثل این نوشته دیپازیت اکسچنج، توی صرافی استخراجش کنین، از توی صرافی بفرستیدش، از این حرفا. ولی اینو به هیچ وجه نزدیم. تونکیپر که لیست شد آموزش فروششو میذارم و شاید خودم ازتون بخرم، شاید بگم که به کسی که نمیگم بفروشید، من اصلا کسی رو نمیگم. سعی کنین خودتون بردارین و بفروشین و اینا. ببخشید من اینطوری حرف میزنم چون احساس راحتی دارم، من اینطوری حرف میزنم. شرمندم اگه کسی بعدش میاد، من بازم عذر میخوام. مهمترین اخبار رو گفتم. اگه حال کردی یه لایک ریز بزنید و به ما انرژی بدید و تا ویدیو بعدی فعلا خدا یار و نگهدارتون باشه و حتما به اون هدف خیریه کمک کنید.